بچه‌ها سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. ما توی قسمت قبل اومدیم و مقدماتی از آزمون اسپیکینگ آیلتس رو با هم مرور کردیم. در واقع یک سری قوانینی رو با هم مطرح کردیم که این قوانین رعایتشون بهمون کمک میکنه توی آزمون اسپیکینگ آیلتس نتیجه خیلی بهتری بگیریم. حالا این قوانین شامل این میشد که مثلا فرض بفرمایید جوابها رو چه شکلی بدیم، چه جوابهایی رو نباید زودتر بدیم، چه جوابهایی رو بست بدیم و غیره. حالا اگر اون ویدیو رو ندیدید من توصیه اکید میکنم حتما ببینید و بعد بیایید سراغ ویدیوهای بعدی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه توی این ویدیوها همونطوری که بهتون قول داده بودم ما میخوایم مثالهایی از اون قواعد رو بزنیم، بنابراین خیلی بک میزنیم به اون قواعد، پس بنابراین دیدنش واقعا خالی از لطف نیست. به خصوص اینکه ما قرار قدم به قدم بریم جلو، مثل این جلسه که قراره با همدیگه بریم سر جلسه آزمون اسپیکینگ آیلتس، با ممتحن بشینیم، دونه دونه سوالا رو میپرسه، ما دونه دونه شروع میکنیم جواب دادن و تمرین این جواب ها. پس اینطوری هم سوالا تو ذهنمون میمونه که چه سوالایی میتونن ازمون بپرسن و همینطور ما تک تک جواب ها به شکل خیلی ساده ای البته بستش دادیم که بتونیم امتیاز خیلی بیشتری از آزمونمون داشته باشیم. حالا این یه سمت ماجرا. سمت دیگه ماجرا این که ما به امید خدا چیزی رو هم از قلم نندازیم. ما یعنی از اون قسمت اول ماجرا که سلام و احوال پرسی باشه با هم دیگه کار میکنیم الی آخر. حالا لطفاً هر جایی اگر مشکلی بهش برخوردید راحت باشید بپرسید، من با دقت سعی میکنم بهتون جواب بدم، زمان بذارم و با هم دیگه قراره این سفر رو بریم، پس بهتره که هوای همو داشته باشیم. بنابراین راحت باشید، هر چیزی به ذهنتون رسید مطرح کنید. الان هم بریم سراغ سوالای آزمون اسپیکینگ آیلتس قسمت اول. بچه ها ببینید، اولین سوالی که میاد ممتحن با شروع میکنه اینه که خودمون رو معرفی کنیم. مثلا من اگزامینر شما، ممتحن شما. I'm Ardalen, your examiner. Could you tell me your name please? در جواب ما میگیم My first name is Amir Ali. It is a very common name in my country and my family name is Shariati. I would appreciate if you called me Ali. نکتهشو با هم دیگه چک میکنیم میریم جلو. اینجا که من گفتم my first name is Amir Ali، این یه دلیلی داشتم. میریم جلوتر بهش میرسیم. ولی دقت کنید، من در جلسه قبلی، ویدیوی قبلی بهتون گفتم جوابها رو تک کلمه‌ای نمیدیم. نمیخوایم در واقع ممتحن وقت زیادی داشته باشه که سوالات زیادی بپرسه. اگه ما جوابمون رو کوتاه بهش بدیم قطعا اون فرصت میکنه که بیاد و سوالات بیشتری بپرسه. تازه به علاوه این مسئله این هستش که بهش هم اشاره کردیم، مسئله این هستش که در واقع اگزامینر ما با شنیدن چیزهایی که ما میگیم میتونه بهمون امتیاز بده. پس بنابراین اگه یک جواب تک کلمه‌ای، یک جواب یک جمله‌ای بدیم قطعا نمیتونه برداشتی از توانایی ما داشته باشه. پس بنابراین میایم و بستش میدیم. My first name is Amir Ali. It is a very common name. این یک اسم خیلی رایجه، common name، در کشور من. In my country and my family name is شریعتی یا هر چیزی که هست. I would appreciate. این I would appreciate من قدردانی میکنم اگر شما called me Ali، اگر شما اسم من رو صدا بزنید علی. حالا این رو میگیم چون خیلی از اگزامینرها میپرسن که من میتونم شما رو چی صدا بزنم، چی راحتی که من صدات بزنم. میرسیم البته بهش. من اون سوال رو هم آوردم که اگر ازتون پرسیدن گیج نشید. What would you like me to call you؟ میپرسه که تو چی دوست داری که صدات بزنم. ما در جواب میگیم please call me، مثلا اردلان، سارا، علی، مثلا هر چیز دیگه. بریم سوال بعدی. Could you give me your identification please؟ میگیم oh sure here it is.
این سوال یکی از اون سوالاتیه که میرن سر جلسه میان میگن اردلان ما یه سوالی ازمون پرسید، حواسمون رو پرت کرد، نتونستیم درست جواب بدیم، گیج شدیم، حتی آخر خراب کردیم. گفتم چیه؟ گفتن مثلا این. ببینید این خیلی ساده است. میگه اون کارت شناسایی خودتو بهم بده، اون چیزی که مثلا اومدی واسه آیلتس آزمون بدی، یه در واقع آیدنتیفیکیشن کارتی داری، اونو میگه. ما میگیم اوه sure here it is، بفرمایید، خواهش میکنم، مطمئنا. How did you get your name؟ اسم تو از کجا گرفتی؟ اسم پرسید، حالا میگه اسم مثلا سارا از کجا اومده؟ ما میگیم I was named by my father. ببینید این مهم نیست واقعا، شاید در واقع در انتخاب اسمتون کس دیگری دخیل بوده. ما این رو میگیم چرا؟ چون قراره یک جوابی آماده توی ذهنمون داشته باشیم که از قبل بهش فکر کردیم. I was named by my father, you know. Sarah is my father's favorite name. سارا در واقع اسم مورد علاقه پدر منه. My father's favorite name. حالا یه نکته ای اینجا میبینید گفتیم you know، این واسه طبیعی تر کردن حرف زدن ماست. ببینید ما هر چی بتونیم شبیه یه نیتیو بیشتر صحبت کنیم موفقیتمونه. حالا نیتیو ها یه سری عباراتی دارن که تیکه کلامشون شده، مثلا میگه ما تو فارسی هم داریم، دیدی یکی میگه میدونی مثلا من این کارو کردم، میدونی من رفتم دانشگاه، میدونی من سر کار که میخواستم برم، آخه میدونی. خب این یونو همونه. ما عبارات دیگه‌ای هم داریم که تیکه کلام باشه، مثلا یه سری افراد میگن اوکی، خیلی اوکی استفاده میکنن، در واقع استفاده میکنن، حالا انگلیسی میشه این فکت یا هر چیز دیگری. ما میخوایم شبیه یک نیتیو صحبت کنیم و رفتار کنیم، بنابراین یک سری این عناوین رو الزاما حفظ کنین. حالا میگید اردلان اگه اینو ما حذفش کنیم از جمله چی میشه؟ میگم هیچ تغییری توی ساختار جمله‌مون ایجاد نمیشه. بریم جلو. Does your name have a special meaning؟ اسمتون معنی خاصی داره؟ شما میگید که نه یا آره. حالا ما جواب رو روی نه بستیم. No, I don't think so. It is taken from an Iranian legend. مثلا در مورد اردلان یا مثلا کاوه یا هر چیز دیگری که این چنینی باشه، Iranian legend، اسطوره ایرانی. It is taken from an Iranian legend. اسمم از یک اسطوره ایرانی گرفته شده. حالا اسم شما هر چیزی که هست غیر از این که اسطوره های باستانی ایرانی باشن اون رو کامنت کنید، ما در مورد اونم جمله میسازیم و تمرین میکنیم با هم، خیلی قشنگ. بریم سوال بعدی. Is your name important to you? Why؟ اگر مهمه چرا؟ میگه اسمتون واسهتون مهمه؟ ما میگیم yes it is. قطعا دیگه میخوایم مثبت حرف بزنیم دیگه. yes it is. My name is meaningful to me because it comes from an ancient Iranian legend. ببینید واسه اینکه سختتون نباشه، اذیت نشید، میتونید هر جایی از این جملات که در واقع نقطه‌ای هست و فکر میکنید دیگه معنیش کامل شده تا همون جا ادامه بدید، چون قراره اینا رو حفظ کنید. میگید آقا من این یه تیکر رو میتونم حفظ کنم، میگم اوکی حله، برو جلو. مثلا اینجا my name is meaningful to me because it comes from an ancient Iranian legend. این چیزی که در سوال قبلی ما بهش پرداختیم. ancient باستانی، Iranian legend اسطوره باستانی ایرانی. در ادامه میگیم it connects me to my roots and reminds me of my cultural identity. من رو وصل میکنه، connects me to my roots، به ریشه هام، و reminds me، به من یادآوری میکنه of my cultural identity، در واقع هویت فرهنگی من رو به من یادآور میشه. بریم سراغ سوال بعدی. How old are you؟ I am 30 years old. In other words, I was born in 1994 on the 1st of July 1994 to be exact. حالا How old are you یه سوال خیلی ساده ایه که خیلی ها وقتی میخوان جواب بدن به سادگی میگن مثلا I'm 30 years old.
ولی ما یه قاعده و قانونی اصلا به هم قول دادیم که بیایم جملات رو بست بدیم جوری که ممتحن رو درگیر خودمون بکنیم. حالا میگیم in other words، به عبارت دیگه I was born in 1994. اینم میگیم من 1994 به دنیا اومدم. دوباره میگیم on the 1st of July 1994 to be exact، اگه بخوام دقیق باشم. حالا یه موقع هست میپرسید آقا اگه این in other words رو نیاریم، این to be exact رو نیاریم، به ساختار جمله آسیبی میزنه؟ میگم نه، ولی هم جملاتمون رو خیلی خوشگل میکنه، هم با هم شرط کردیم دیگه اگر قرار جملاتی رو بیاریم پاره پاره پشت سر هم نیاریم. مثلا نگیم I am 30 years old I was born in 1994. اینطوری خیلی خوشگل. ما واسه این که خیلی خوشگل بشه جملاتمون باید عباراتی مثل in other words رو بیاریم تا این جملات رو به هم وصف کنیم. حالا to be exact رو واسه چی میاریم؟ واسه این که جملاتمون هم کاملتر بشه، هم خوشگلتر بشه، هم شبیه نیتیو ها بشیم. بریم سوال بعدی. Could you tell me where you are from یا where do you come from؟ Where do you come from؟ میشه بگید از کجا اومدید؟ حالا دو نوع جواب داریم دیگه. یه سری از بچه ها خب میدونیم از تهران میان، یه سری از بچه ها از شهرهای دیگه. من اون شهرهای دیگه رو هم یه دونه مثال زدم که بدونید واسه هر شهری که هستید میتونید از اون در واقع اطلاعات بولدی که داره استفاده کنید و یه جمله خیلی خوشگل بسازید. I'm from Tehran, the capital of Iran. It's a very busy and modern city with a lot of history and culture. حالا ببینید اونی که گفتم هر قسمتشو میخواید جدا کنید استفاده کنید، اگه واسه تو کلش سخت بود مثلا همینه دیگه. ببینید شما همین جمله اول هم حفظ کنید، 3-0 از کسی که در جواب where do you come from میگه تهران جلوی. چرا؟ چون گفتیم I'm from Tehran, the capital of Iran. در واقع من از تهرانم، پایتخت ایران، capital. It's a very busy and modern city. تموم شد. شما میتونید همینجا تمومش کنید. ما ادامه میدیم. It's a very busy and modern city with a lot of history and culture. با یک تاریخ و فرهنگ بلندی. Life there is fast pace. Life there is fast paced. این pace یعنی سرعت، fast paced یعنی پرسرعت. زندگی اینجا پرسرعته. But I really like its energy and diversity. حالا خیلی ها میخوان از تهران برن چون از تهران خوششون نمیاد، ولی ما با هم شرط کردیم از هر چیزی حتی خوشت نمیاد هم باید مثبت بگی، باید حس مثبت انتقال بدی. فکر نمی کنم از شنونده های ما کسی از تهران واقعا خوشش نیاد، ولی حتی از هر چیزی فرض کنید خوشتون نمیاد، از یه غذایی، از یه رنگی، از یه، سعی کنید بدشو نگید. از یه اتفاقی، حالا جلوتر میریم در مورد سربازی میخوایم حرف بزنیم، خیلی ها از سربازی گله دارن، درسته قبول دارم، ولی نباید بدشو بگیم. سوال بعدی Could you tell me where you are from؟ ما میخوایم در مورد اصفهان حرف بزنیم. I'm from Isfahan, a beautiful city in the center of Iran. یک شهر زیبا در مرکز ایران. تموم شد. همینجا کافیه، ولی میتونیم ادامه بدیم. It's famous for its historical bridges, stunning architecture and friendly people. It's famous for. این رو برای هر شهری که هستید میتونیم استفاده کنیم. مثلا تبریزی، مشهدید، هر جایی هستید میتونیم استفاده کنیم. For its historical bridges، پل‌های تاریخیش. Stunning architecture، معماری اعجاب انگیزش. And friendly people، مردم مهربونش. I love the traditional atmosphere. این رو میشه برای شهرهای دیگه هم استفاده کرد، برای همه شهر. Traditional atmosphere، فضای سنتیش. Atmosphere، فضا. Traditional، سنتی. And the rich culture there، و فرهنگ غنی اونجا. میپرسه که How long have you lived in Isfahan؟ چه مدتی که توی اصفهان داری زندگی میکنی؟ ما میگیم I have lived. اینو دقت کنید،
قاعده‌شو بعداً با هم دیگه کار میکنیم. I have lived in Isfahan for about 10 years. برای 10 سال. It's such a beautiful city. اینقدر زیباست این شهر. And I really enjoy living here. و من واقعاً از زندگی در اینجا لذت میبرم. بریم سوال بعدی. میگه What is your goal? What is your ambition? What are your goals for the future? فرقی نمیکنه. هدف شما برای آینده چیه؟ میگه My main goal for the future is to improve my English and continue my education abroad. My main goal هدف اصلیم اینه برای آینده اینه که is to improve بهتر کنم my English and continue my education abroad. ادامه بدم تحصیلاتم رو در خارج از کشور. I'd like یعنی I would like to get a PhD and build a successful career in my field. I would like یعنی دوست دارم که دکترا بگیرم PhD get a PhD and build. این یه اشتباهی هست که خیلی رایجه. میگه مثلا get PhD. نه، ما get a PhD میخوایم. چرا؟ چون میخوایم یه مدرک بگیریم، مدرک دکترا. and build a successful career. یک شغل موفق در زمینه تخصص خودم in my field ایجاد کنم. سوال بعدی. Tell me about your military service. خدمت نظامی یا سربازی که گفتیم. حالا این دوباره دو بخشه. یه سری از بچه ها رفتن، یه سری از بچه ها نه. به هر دلیلی. بنابراین ما واسه هر دو قسمت آماده میشیم. بچه ها هر کدومش رو، هر بخشیش رو که رفتن واسه اولی آماده میشن، نرفتن واسه دوم. I've already completed my military service. من همین الان که دارم باهاتون صحبت کنم I've already completed تکمیل کردم my military service نظام وظیفه‌ام. It was a valuable experience that taught me discipline and responsibility. It was a valuable experience یعنی یک تجربه ارزشمندی بود برای من. ببینید اینها عباراتی است که ما هزار جای دیگه میتونیم ازش استفاده کنیم. Valuable experience that taught me بهم یاد داد discipline and responsibility دیسیپلین و مسئولیت پذیری را. حالا مورد بعدی tell me about your military service. سوال میکنه در مورد military serviceت بهم توضیح بده. حالا گفتیم یه سری ها نرفتن، بنابراین ما در واقع با شکل اینکه نرفتیم جواب میدیم. I haven't done my military service yet because I'm currently studying for my PhD. انجامش ندادم. I haven't done my military service yet because I'm currently studying for my PhD. به خاطر اینکه الان در حال حاضر currently در حال حاضر دارم میخونم studying for my PhD برای دکترا. حالا شما کارشناسی هستید یا ارشد یا هر دلیل دیگه ای دارین میتونیم با این جایگزینش کنیم. I plan to complete it after I finish my studies if necessary. اگه لازم بود من برنامه دارم کاملش کنم بعد از اینکه مطالعاتم یا درسم رو تموم کردم. بریم سراغ سوال بعدی. What is your military service like? ببینید سوالات رو اینقدر ادامه دار و خوشگل میپرسن ولی چون ما واسه همش آماده ایم خیلی راحت میتره کنیم. In my country, military service is compulsory for men. وای این جمله خیلی خوشگله و خیلی جا میتونیم ازش استفاده کنیم با عوض کردن کلماتش. In my country در کشور من military service خدمت نظامی یا خدمت نظام وظیفه is compulsory for men. compulsory کلمه خیلی قشنگیه یعنی اجباریه. It usually lasts about 2 years. معمولاً برای 2 سال به طول می انجامه. It lasts. ببینید حالا usually هم میتونید مثلا نگیرید که میگم میتونید جملات رو واسه خودتون ساده کنید که بتونید حفظشون کنید. اینه Most people serve in the army.
اکثر مردم در ارتش خدمت میکنن. But some work in offices. ولی بعضی ها در دفاتر کار میکنن or do social service یا خدمات اجتماعی انجام میدن instead. این خیلی خوشگله بوده. But some work in offices or do social service instead. It can be a bit tough. T-O-U-G-H. اینو املاش دقت کنید. میتونه سخت باشه but it teaches discipline. ولی دیسیپلین رو یاد میده. بریم سراغ سوال بعدی و آخرمون. Do you think your military service helped you become more mature? به نظرت خدمت سربازی بهت کمک کرد بالغ‌تر بشی؟ میگیم definitely. حالا بهتون گفتم بازم میگم ممکنه بعضی ها موافق نباشن، ولی ما باید حتی اگر واسمون چیز خوبی نبوده سربازی جنبه مثبتش رو فقط نگاه کنیم. My military service was a challenging experience. یک تجربه چالش برانگیز بود. Challenging experience. My military service was a challenging experience, but it taught me a lot about discipline, teamwork and self-control. چه جمله جذابی. ولی بهم یاد داد درباره دیسیپلین، تیم ورک، کار گروهی و سلف کنترل، خودآگاهی، کنترل خودم. I had to deal with difficult situations. مجبور بودم I had to deal with کنار بیام با شرایط سخت. Difficult situations. And that helped me و این به من کمک کرد become stronger قوی تر بشم and more mature in life و بالغ تر بشم در زندگی. دوستتون دارم. خیلی زیاد این قسمت اول از سوالات اسپیکینگ آیلتس بود که با هم دیگه رفتیم جلو. امیدوارم که اینها رو با هم تمرین کنیم و در کامنت ها سوالایی که به ذهنتون میرسه رو مطرح کنید و دونه به دونه با هم دیگه بریم جلو و یه چیز خفن، یه نتیجه خفنی هم ازش داشته باشیم. دوستتون دارم. شما رو به خدا میسپارم تا یه قسمت دیگه. خدا نگهدار.